به نام خداوند نور. ما اینجاییم تا آزادی خودمون رو خلق کنیم و با انتخاب هامون معنا ببخشیم به وجودمون. ژان پل سارتر. تو این قسمت قراره با هم به اقلیم‌های مختلف سفر کنیم و ببینیم چطور پرسش چرا ما اینجاییم روی فرهنگ، زبان، علم و تاریخ ما اثر گذاشته. پس بعد شنیدن موسیقی سوار ماشین زمان میشیم و سفرمون رو آغاز میکنیم. اسم این قسمت پاسخ اروپایی. رفقا بریم به اولین مقصدمون، شمال آفریقا، اطراف رود نیل، مصر. امیدوارم لباس تابستونیاتون رو آورده باشید، چون امسال مصر به شدت هوا گرم شده و زمینای جو گندم تقریبا خشک شدن. از شانس خوبمون امروز مردم مصر میخوان برای دعا و تقدیم قربانی به معبد آمون خدای کشاورزی و باربری برن. اما قبلش میخوان توی یه مراسم دیگه وسط بیابون از رع خدای خورشید طلب بخشش کنن. کاهنای معبد معتقدن خوشسالی امسال به خاطر خشم رع خدای خورشیده، برای همینه که داره از آسمون آتیش میفرسته تا حالمون رو بگیره. کاهن بزرگ معبد هم میگه تا وقتی خورشید ازمون راضی نباشه امکان نداره که آمون هدایای ما رو بپذیره. از اونجایی که ما با علم امروزمون میدونیم علت خوشسالی این نیست، تا از گرما تلف نشدیم از مصر خداحافظی میکنیم تا بریم یه جای خنک سواحل شمال مدیترانه، یونان. توی آتن دیشب بارون سیلاسایی اومده، برای همین هوا امروز خیلی خنکه. اما مردم همه از وحشت دارن میرن به سمت معبد زئوس تا از خدای خدایان کمک بخوان، اونم دلش به رحم بیاد و کمتر از سلاحش یعنی آذرخش استفاده کنه. زمینای کشاورزی یونانی هم تعریفی چندانی نداره و تمام محصول امسالشون از بین رفته. کاهن بزرگ میگه باید برای دمتر خدای باربری بزهاتون رو قربانی کنید تا زمیناتون دوباره بارور بشن. مثل اینکه اسم خدایان عوض میشه اما کاهن جماعت حرفش عوض نمیشه. بیایم بریم ایران خودمون، به هر حال هیچ جا خونه خود آدم نمیشه. در ایران هم اوضاع چندان فقف مراد نیست. خوشسالی اینجا هم اومده و اجداد ما دارن با رقص و آواز مخصوص دور رودخونه از آناهیتا الهه آب کمک میخوان. عرفان یه سوال، اینجا کاهن بزرگ چیزی نگفته؟ بله رفقا، اینجا هم کاهن بزرگ گفته قربانی بیارید برای میترا خدای خورشید. اما کاهن بزرگ ما خوش اشتها بوده، به جای بز گاو خواسته. بیاین بریم تا اینا خودمون رو نخوردن. میخوام ببرمتون نزدیک رود سند، هند امروز. مردم هند آتیش بزرگی درست کردن و دورش دارن دعا میخونن تا برسه به گوش آگنی خدای آتش. کاهنای هندو میگن باید قربانی‌ها و هدایا رو به آگنی بدید تا بره پیش ایندرا خدای خدایان و ازش بخواد تا از وجره همون ساقه خودمون استفاده کنه، بلکه آسمون باز بشه و بارون بباره. کاهن بزرگ اینجا چیز زیادی نخواسته، 2 گاو، 4 بز، 2 دختر جوان برای خدمت در درگاه بارگاه خدایان. ناراحت میشم اگر فکر کنید اینا رو برای خودش میخواد. به شباهت‌ها دقت کردید؟ انگار فقط اسمها عوض میشن ولی قاعده بازی همون شکلیه. از کشور آمیتا پاچان خداحافظی میکنیم و بریم سمت شرق، سرزمین خورشید، ژاپن. توی ژاپن باید اول از همه بریم خدمت امپراتور. میپرسید چرا؟ باید بهتون بگم امپراتور پسر آماتراسو خدای خورشید و یا خدازاده محسوب میشه. پس خیلی مراقب باشید. میدونید که این خدایان نه اعصاب دارن نه منطق. آماتراسو برخلاف بقیه ملت‌ها که خدای خدایانشون مرد بود، یه زن به شدت زیباروست و درخشش خورشید از شدت زیبایی این خانم گرفته شده.
آماتراسو برخلاف بقیه خدایان که قربانی و هدیه میخوان، از ژاپنی‌ها رقص و شادی میخواد. برای همین مردم ژاپن برای تشکر ازش رقص کاگورا رو انجام میدن تا این الهه زیبا با نورش زمینای کشاورزی رو حاصلخیز. اما برادرش سوسانو به جای خواهرش به شدت وحشی و قربانی‌های زیادی. آقای سوسانو خدای طوفانو اگر سر لج بیفته دمار از روزگار مردم در میاره. از اونجایی که ما چیزی برای سوسانو نیاوردیم، به نظرم بیاین سریع بزنیم به چاک، بریم سمت زمینای برنج، رود یانگتسه، چین. اول از همه یه نفس عمیق بکشید و از این بوی برنج لذت ببرید. برخلاف بقیه جاها که خشکسالی یا طوفان‌ها کشاورزی رو نابود کرده، در چین مزارع برنج حسابی محصول داره. پس مردم با کلی هدیه به معبد شانگدی خدای آسمان میرن تا ازش تشکر کنن. اما بذارید یه سوال مهم بپرسم. میدونیم خدایان کار خاصی نکردن. به نظرتون چرا اینجا کشاورزی نابود نشده؟ بعد یه نگاهی بندازیم به نقشمون، جایی که دقیقاً جنوب رود یانگتسه و رود زرد یه رشته کوه بلند مثل دیوار از زمینای چینی‌ها مراقبت کرده. اسم این دیوار بلند هیمالیاست. همین دیوار بلند باعث بارونای موسمی شده و زمین‌های برنج رو پرمحصول کرده. مردم چین هم مثل ژاپن معتقدن که پادشاه پسر خدای آسمانه، اما برخلاف ملت‌های دیگه که تقصیر همیشه متوجه مردم بدبخته، اینجا اگر قحطی بیاد تقصیرها گردن پادشاست، چون اون عدالت رو رعایت نکرد. و یک بارم این اتفاق سر سلسله شانگ اومد که بعدا مفصل براتون تعریف. رفقا به تفاوت‌ها هم دقت کردید؟ مسیری که تا اینجا اومدیم بعدها تبدیل شد به راه ابریشم معروف. حالا براتون فرهنگ‌های مشترک و متفاوت این مسیر ملموس‌تر شد. دیدید چقدر طبیعت در شکل‌گیری فرهنگ هر ملتی تأثیر میذاره؟ خب عرفان یه سوال، بین سرخپوستا و قبایل شمال اروپا هم این خدایان بودن یا فقط مختص راه ابریشمه؟ اصلا انسان‌های قدیم چجوری بدون کشتی تا آمریکا رفتن یا بدون لباس گرم توی سرمای وحشتناک شمال اروپا دووم آوردن؟ دمتون گرم با این سوالای خفنت. بیایم بریم به سمت مکزیک تا جوابمون رو پیدا کنیم. یادتونه توی اپیزود اول گفتم یه سرمای بزرگ اومد و بقای انسان به خطر افتاد؟ توی اوج عصر یخبندان سطح آب هم میاد پایین. برای همین بین سیبری و آلاسکای امروزی یه خشکی به وجود میاد به اسم بیرینجیا. دانشمندا حدس میزنن انسان‌هایی که به دنبال غذا و شکار بودن تونستن با همون ابزار ساده از این مسیر رد شن و به قاره آمریکا برسن. همین دور افتادن از بقیه قبایل انسانی باعث شده که ما اطلاعات کمتری راجع به سرخپوستای آمریکایی داشته باشیم، چون خط و زبانشون مثل ما تکامل پیدا نکرده و ثبت وقایع هم زیاد انجام ندادن. تو خب البته به خاطر کم جمعیت بودنشون لزومی هم نداشته. اما همون چیزایی هم که کشف کردیم هم نشون میده چقدر دیدگاهشون به طبیعت شبیه ما بوده. اولوکماها که اولین قوم متمدن آمریکا محسوب میشن هم مثل بقیه تمدن‌ها خدای بارون و باروری داشتن، ولی ما اسمشون رو نمیدونیم. شکل این خدایان به نظرم از اسمشون خیلی جذاب داره. یکیشون شکل یک جگوار بوده. جگوار همون پلنگ خودمونه منتها یکم بزرگتر. یکی دیگه از خدایانشون هم مار بالدار بوده. حالا چرا مار بالدار؟ اگه به آسمون شب بدون آلودگی‌های نور نگاه کنید یه مار بالدار میبینید که امروز ما بهش میگیم کهکشان راه شیری. جالب شد نه؟ الگوی ساخت خدایان همون شکلی و فقط اسم و ظاهرشون عوض شده. اینجا هم دقیقاً مثل تمدن‌های قبلی کاهن‌های بزرگ قربانی میخوان و شاه هم یه جوری خودشو میچسبونه به خدایان. بریم به آخرین ایستگاه سفرمون، شمال اروپا، اسکاندیناوی. احتمالاً پیش خودتون میگید عرفان میخواد از ثور و اودین صحبت کنه. باید بگم خیر، توی دوره‌ای که ما الان هستیم ثور یا اودین وجود نداره. این خدایان که به اسم اساطیر نورس هم شناخته میشن مال 1000 سال بعده. قبایل شمال اروپا هم مثل آمریکا به خاطر دور بودن و کم جمعیت بودنشون از نظر خط و زبان پیشرفت چندانی نکردن و چیز زیادی از اسم خدایانشون نمیدونیم. شاید اصلا خدایان نداشتن. خیر، دوستان داشتن، خوبش هم داشتن. از کجا فهمیدیم؟
از روی نقش و نگارایی که کشیدن و مرداب‌های پر از جسد. مورخ‌ها حدس میزنن اینجا هم خدای خدایان همون خدای خورشید بود و خدای طوفان و رعد و برق هم داشتن. اتفاقا خیلی هم خدایانشون بی‌اعصاب بودن، چون توی دانمارک یه مرداب‌هایی پیدا کردیم که توش پر از جسدهای انسانیه که احتمالاً قربانی خدایان بودن. موافقی تا بلای سرمون نیومده برگردیم به جای گرم و نرم خودمون؟ از این سفرمون چیا یاد گرفتیم؟ دیدیم که طبیعت با فرهنگ گره خورده. دیدیم باورهای مختلفمون به خاطر جغرافیا و باد و بارون بوده. جایی مثل یونان، هند و چین که بارون بیشتر بوده، آسمان جایگاه بالاتری داشته، ولی جایی مثل مصر و ایران خودمون که آفتابی تر بوده، خورشید جایگاه بالاتری داشته. دیدیم با اینکه دیدگاه شبیه همه، اما تفاوت‌های منحصر به فردی هم دارن. یه جا بی‌عدالتی شاه باعث خشم خدایان میشه مثل چین، یه جا هم مردم عادی باعث خشم خدایان میشن مثل مصر. حالا شاید بتونیم خیلی منطقی تر ریشه مشکلاتمون رو ببینیم. سوال اینه که چجوری از دل این پاسخ چند خدایی رسیدیم به پاسخهای فلسفی تر و در نهایت تک خدایی. جواباتون رو برام کامنت کنید. تا اپیزود بعد با این پرسش تنهاتون میذارم و میسپارمتون به خدای رنگین کمان.